سلامت باشید. من شما را تبریک گفتم. رحمت گفتم. سلامت باشید. سلامت باشید. تمام دنیا عالم فرقانه امروز اكيد شيء جنوبي ميرين ده ميرين جنوبي احمد شاه مسعود فراتر از یک کشور بود، فراتر از یک دره بود، فراتر از یک قوم بود. آنچه را که مسعود 35 سال قبل میگفت و به خاطر از او مبارزه کرد، جان داد، امروز بالفعل ما و شما مشاهده میکنیم. آنچه را که میگفت دشمنی را که تشخیص داده بود، یک بلند منزل از مسعود نشان بدید، یک قصد آسمان خراش از مسعود نشان بدید. با دختر یک فقیر و یک مجاهد فقیر و بادیگارد خود ازدواج میکنه. واقعا تو خود از شخصیت اول فکر کو، بعد از او دعوا بکن. بس نامت مبارک، نامت مبارک.